Anna? Alice. Hi. Sorry to interrupt. آنا آلیس اسمشونو گفت. Hi, sorry to interrupt. سلام، ببخشید که مزاحم شدم. Sorry، متاسفم، ببخشید. To interrupt یعنی که مزاحمتون شدم. Interrupt. Anna? Alice. Hi. Sorry to interrupt. No, we've just finished. No, we've just finished یعنی ما تازه کارو تموم کردیم. تازه کارمون تموم شده. We have finished حال کامل هست. present perfect هست. have یا has بنابر سابجکتمون میاد. اگر سابجکتمون she و he و it باشه که has میاد. اینجا have اومده. قسمت سوم فعل finish finished و just به معنی همین الان به تازگی. We've just finished ما تازه تمام کرده ایم. این شکلی معنی میشه حال کامل. No, we've just finished. Would you like some tea? No, thanks. Would you like some tea یعنی یکم چای میخوای؟ No thanks نه ممنون. Would you like یه ساختار مؤدبانه برای پیشنهاد یا دعوته. Would you like some tea یه مقدار چای. کمی چای میخوای؟ مقداری چای میخوای؟ Would you like some tea? No thanks ممنونم. Would you like some tea? No, thanks. I've been serving it all day. I've been serving it all day. میگه من تمام طول روز داشتم همین رو سرو میکردم. این it برمیگرده به چایی که خانم گفت برات بیارم. I've been serving it all day. من داشتم اینو تمام طول روز سرو میکردم. I've been serving زمان present perfect continuous هست. حال کامل استمراری. have یا has میاد. به اضافه been به اضافه verb با ing. I have been serving. برای اینه که وقتی یک کاری توی گذشته شروع شده تا الان ادامه داشته یا اثرش هنوز توی حال حاضر هست ازش استفاده میشه. I've been serving it all day. Can I use your loo? Sure, just through there. Can I use your loo؟ یعنی میتونم از دستشوییت استفاده کنم. Can I یه ساختار رایج و مؤدبانه برای درخواست یا اجازه. Can I میتونم من use استفاده کنم. Your loo. loo بچه ها تو اصطلاح عامیانه بریتانیایی بهش میگن لو. همون bathroom یا restroom که آمریکایی ها میگن هست. loo پس دستشویی. Sure, just through there. یعنی میگه حتما درست همون طرف. sure حتما just دقیقاً through there یعنی همون طرف. through there. Can I use your loo? Sure, just through there. She is beautiful. I've got to see you. She is beautiful یعنی اون زیباست، اون خوشگله. I've got to see you. I've got to به معنی غیر رسمیه، به معنی مجبورم، باید. I've got to see you ببینمت. I've got to see you مجبورم که ببینمت، باید که ببینمت. She is beautiful. I've got to see you. No. What's this? Patriotism. No, what's this? Patriotism? میگه نه. این چیه؟ الان وطن پرستیه. Patriotism وطن پرستی. ولی داره کنایه میزنه به این که انقدر این خانم یعنی وفادار و به یک سری از مرزهای اخلاقی پایبنده که داره میگه عین آدمای وطن پرست داری رفتار میکنی. Patriotism. No. What's this? Patriotism. I don't want trouble. I'm not trouble. You're taken. I don't want trouble یعنی من دردسر نمیخوام. دنبال دردسر نیستم. I'm not trouble من دردسر نیستم. I am not من نیستم. trouble دردسر. trouble یعنی دردسر. You're taken یعنی تو توی رابطه هستی، تو مال کسی هستی. You are تو هستی. taken معنای تحت و لفظیش یعنی گرفته شده، تو گرفته شده هستی، ولی به این معنا که تو توی رابطه عاطفی هستی، تو با کسی هستی. You're taken subject به اضافه to be verb به اضافه past participle میشه این ساختار. You're taken. I don't want trouble. I'm not trouble. You're taken. I've got to see you. Tough. I've got to see you. دوباره تکرار کرد من باید ببینمت. I've got to باید see you ببینمت که خانم یک کلمه گفت tough. بچه tough تو معنی تحت و لفظیش یعنی سخت و مشکل، ولی اینجا به معنی اینه که مشکل خودته، به خودت مربوطه. پس یه جواب رد کردن قاطعانه و طنز این شکلی میتونیم بگیم. پس
tough. مشکل خودته، به خودت مربوطه. سخته، قبولش کن. یعنی این کارو نمی‌کنم. tough. I've got to see you. Tough. You kissed me. What are you, 12? You kissed me. تو منو بوسیدی. What are you, 12? چی هستی؟ 12 سالته. kiss گذشتش ایدی گرفته. kissed بوسیدی. You kissed me. تو منو بوسیدی. What are you? چی هستی؟ 12 12 سالته. کنایه به این که داری مثل بچه‌های 12 ساله رفتار میکنی. What are you? 12. You kissed me. What are you, 12? I'm a block of ice. I'm a block of ice. من یه تیکه یخم. I am من هستم. A block یک قطعه تکه of ice از یخ. ولی یه معنای ضمنی و استعاره‌ای هم داره، به معنی این که من سرد و بی احساسم. حالا اینجا باید خودت تصمیم میگیری که چه معنی برداشت کنی. I'm a block of ice. من یه تیکه یخم. I'm a block of ice. Will you take my photo? Will you take my photo؟ میگه عکس منو میگیری، از من عکس میگیری. Will you برای درخواست مؤدبانه هم به کار میره، ولی will برای آینده به کار میره، یعنی خواهی گرفت. Will you take خواهی گرفت my photo عکس منو. photo عکس. Will you take my photo? I've never been photographed by a professional before. I've never been photographed by a professional before. میگه من قبلا توسط یک عکاس حرفه‌ای ازم عکس گرفته نشده. بچه این حال کامل مجهول رو نگاه کنیم. present perfect passive هست. I've never been photographed. I've never been photographed. به این میگن present perfect passive، یعنی مجهوله ولی زمانش هم present perfect هست. have یا has میاد به اضافه been به اضافه past participle، یعنی اینکه من ازم عکس گرفته نشده است تا به اکنون. حالا توسط کی و چیش مهم نیست، مهم اینه که تا حالا ازش عکس گرفته نشده. به این موقعیت میگن مجهول که زمانش هم present perfect بود. پس I have never been photographed by a professional. professional یک حرفه‌ای. before قبلا. I've never been photographed by a professional before. I'd really appreciate it. I can pay you. I'd really appreciate it. میگه من واقعا ممنونت میشم، خیلی قدردانت خواهم بود. I'd مخفف I would برای درخواست مؤدبانه تر به کار رفته. I'd really واقعا appreciate قدردانی کردن و ممنون بودن رو بهش میگن appreciate. حالا I'd really appreciate it. من واقعا ممنونت میشم. I can pay you. من میتونم بهت پول بدم. I can من میتونم pay پرداخت کنم، بپردازم بهت. I can pay you. I'd really appreciate it. I can pay you. No, I'd like to. Only if you don't mind. No, I'd like to. نه خودم دلم میخواد. نه این کارو میکنم. I'd دوباره I would. I'd like to. دوست دارم، مایلم. I would like to به معنی مایل بودن. I'd like to. Only if you don't mind. فقط اگه تو ناراحت نشی یا برای تو مشکلی نباشه. Only فقط در صورتی که only if. Only if فقط در صورتی که you don't mind. You don't mind. You do not mind هست، یعنی اینکه تو ناراحت نشی، برات مشکلی نباشه یا اعتراضی نداشته باشی. You don't mind. No, I'd like to. Only if you don't mind. Why should I? Because you'll have to go away. Why should I؟ یعنی با توجه به چیزی که دختر گفت ناراحت نمیشی، گفت چرا باید بشم؟ Why چرا should I باید بشم؟ و گفت because you'll have to go away چون مجبور میشی بری، چون باید از اینجا بری. because چون you'll یعنی you will تو خواهی، have to مجبور خواهی شد، باید go away بری، go away. Why should I? Because you'll have to go away. We don't want him here while we're working, do we? No, we don't. We don't want him here while we're working, do we? میگه ما نمیخوایم که اون اینجا باشه وقتی داریم کار میکنیم، مگه نه؟ We don't want him ما اونو نمیخوایم. Don't want him. Do not want him. Want خواستن. حالا منفی شده با don't. نمیخوایم اونو him. Here اینجا. While در حالی که، وقتی که. We're working
داریم کار میکنیم. We're working. حالا do we یک question tag هست برای اینکه تاکید کنه و بگه که مگه نه اینطور نیست و گفت no we don't. نه نمیخوایم و اون خانومم تاکید کرد و تایید کرد نه نمیخوایم. No we don't. We don't want him here while we're working, do we? No, we don't. Right, I'll be in the pub on the corner. Have fun. Right, I'll be in the pub on the corner. میگه باشه من توی اون میخونه اونور هستم. On the corner به معنی اون گوشه ولی به معنی سر چهارراه هم میگن. یه رایجه برای اشاره به محل یه ساختمون یا مغازه میگن on the corner. The pub یعنی میخونه. I'll be یعنی I will be. من خواهم بود. میرم به اونجا. خواهم رفت. In the pub توی میخونه on the corner هم که گفتم و گفت have fun. خوش بگذره. کیف کن. Have fun. Right, I'll be in the pub on the corner. Have fun. Thank you. Good luck with your exhibition. Thank you. Good luck with your exhibition. موفق باشی با نمایشگاهت. Thank you که یعنی متشکرم. Good luck موفق باشی. آرزوی موفقیت. Good luck. With your exhibition با نمایشگاهت. Exhibition نمایشگاه. Your exhibition نمایشگاهت. Thank you. Good luck with your exhibition. Good luck with your book. Good luck with your book. موفق باشی با کتابت. برای کتابت آرزوی موفقیت دارم. به این معنی هم هست. Good luck موفق باشی with your book برای کتابت. Good luck with your book. So you've got an exhibition? Yeah. So you've got an exhibition. پس نمایشگاه داری. So پس. You've got تو داری. You have got. An exhibition یه نمایشگاه. یا بله. So you've got an exhibition? Yeah. I read Dan's book. I read Dan's book. میگه من کتاب دن رو خوندم. I read گذشته فعل read همون شکلی نوشته میشه فقط تلفظش فرق داره. I read Dan's book. کتاب دن رو. Dan's book. I read Dan's book. You've had quite a life. Thanks. You've had quite a life. میگه تو زندگی پرماجرایی داشتی، زندگی جالبی داشتی. بچه you've had, you have had هست که have یا has میاد به اضافه قسمت سوم فعل. قسمت سوم فعل have شده had. You've had, you have had. داشته ای، تو داشته ای از گذشته تا به اکنون. Quite a life یه اصطلاحی برای توصیف زندگی پرحادثه یا جالب. Quite a life قابل توجه، پرماجرا، زندگی پرحادثه یا جالب. Quite a life. You've had quite a life. Thanks. You said you work in a cafe? He said you work in a cafe. میگه اون گفت که تو توی یه کافه کار میکنی. He said اون گفت. گذشته فعل say said. He said you work تو کار میکنی. In a cafe توی کافه. You said you work in a cafe? I am a waitress. That's a temporary thing? No. I am a waitress. میگه من پیش خدمت هستم. گارسون هستم. That's a temporary thing. میگه این یه چیز موقتیه. کار موقته. No. پس I am من هستم. A waitress. Waitress به معنی پیش خدمت یا گارسون زن. چون اگر آقا باشه میشه waiter. Waitress, waiter. That's این هست a temporary thing. یه چیز موقتی، یه کار موقتی. Temporary یعنی موقتی. Temporary thing یعنی یه چیز موقتی، یه کار موقتی. یه گفت نه. No. I am a waitress. That's a temporary thing? No.